بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه، ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار در هر گوشه از دنیا که هستید، خصوصا عزیزایی که در تاجیکستان هستند. چند قبل من پیرامون صحبت های کسی که پیرامون ریش بیادبی کرده بود صحبت کردم و همچنین در مورد رئیس جمهور تاجیکستان که پیرامون حجاب یک سری حرفه های رکیک و حرفه های خطرناک داشت تعلیقات داشتم. میخواهم در این ویدیو صدای یکی از عزیزان و مظلومینی که در تاجیکستان هست را به خدمتتان نشر کنم تا عزیزایی که در افغانستان هستند، در ایران هستند، در خود تاجیکستان هستند، در جاهای دیگر هستند، در هر گوشه از دنیا که می باشند، صدای مظلومیت برادران و خواهران مسلمان خود در تاجیکستان بشنوند که این حکومت استبدادی و دیکتاتوری چی بلایی را که بر سر برادران و خواهران مسلمان ما در آنجا نمیاره و چی کارهایی را که انجام نمیده و چی اسلام ستیزی هایی که همین فعلا در تاجیکستان از طرف حکومت ادامه نداره. سبحان الله. و اسف باره، واقعا تاسف باره، کشوری که بافت اجتماعیش بیش از 90% مسلمانه، در همچون کشوری، در همچون اجتماعی یک سیکولار افراطی و رادیکال هر ظلم و جنایتی که دلش میخواه بر سر این همه مسلمان انجام میده و شبکه هایش هم فعال و فعالیت هایش هم ادامه داره و زرتشتی همه آزاد هستند، بلکه مقامات بلند برایشان داده میشه، اما مسلمان مجرمه در کشور خودش، در سرزمین خودش، به خاطر دلخوشی چین، به خاطر دلخوشی روسیه برای اونها چاکری میکنه و نوکری میکنه و هرچی که اونها گفتن انجام میده. من دوستان عزیز ویدیو را به خدمتتان نشر میکنم، بعد از آن دوباره به خدمتتان خواهم آمد. صحبتهای این عزیز ما را بشنوید و ان شاء الله که بعداً مجدداً به خدمتتان خواهم آمد. ویدیو را میبینیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده برادری مسلمان شما از تاجیکستان هستم و امروز میخواهم درباره وضعیت کنونی تاجیکستان برایتان بگویم که امروزها در چه حال و وضعیت قرار داریم. امروزها حکومت تاجیکستان با تمام قدرت و توان خودش در حال مبارزه با اسلام و مسلمانان است و این در حال است که زیاده از 90% مردم ما مسلمان است. هر کسی که در برابر این ظالمان اعتراض میکند و قیام میکند به اتهام همکاری با حزب و حرکت‌های اکسترمیستی و تروریستی بازداشت کرده می شود و سالها روانه زندان می گردد. امروزها در مکتب و دانشگاه ها و تمام مقامات دولتی و در بین مردم خبرکش های گذاشتند و آنها وظیفه دارند که هر نفری که در برابر این ظلم و استبداد و این اسلام ستیزی های این ظالمین صحبت میکند، سخن میگوید و یا حتی اگر با تلفنش از شبکه های اینترنتی نوارها و ویدیوهای علمای اسلامی را تماشا میکند، به مقامات کمیته دولتی امنیت ملی خبر میدهند تا او را بازداشت کنند و هر کسی که داخل این مقامات شود، یعنی بازداشت شود، در زیر سخت‌ترین و دردناکترین شکنجه ها قرار میگیرد و در داخل هیچ قانون وجود ندارد. حتی همان قانونی که دعوا میکنند در آنجا زیر پا کرده می شود و مردم را تا به حد مرگ شکنجه و عذاب میکنند و عاقبت یا چندین هزار دلار میدهد و خود را از دست این جلادان و این ظالمان نجات میدهد و یا بیگناه و تنها به خاطر داشتن عقیده اسلامی
سالها روانه زندان می گردد. هر کسی که به این مقامات دعوت می شود، بازداشت می شود، فقط همین دو راه برایش نشان داده می شود: یا اینکه تمام مال و ملک خود را داده از دست این جلادان خودش را نجات می دهد، و یا اینکه بیگناه سالها روانه زندان می گردد و راه دیگری نیست و در اکثر حالتها سالها زندانی می گردد. کودکان و جوانان سنشان از 18 سال پایان نمی توانند به مسجد برای گزاریدن نماز جماعت روند. امروزها خواهران و مادران ما نمی توانند که در تاجیکستان با حجاب اسلامی در مکتب و دانشگاه ها تحصیل کنند و این را همه مردم می دانند، شاهد هستند، و یا وارد مقامات های دولتی شوند. بعض روزها در کوچه و خیابانها ریدها و تفتیشاتها گذرانده می شود و خواهران و مادران ما را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و سببش همان داشتن حجاب اسلامی است. امروزها جوانان مسلمان تاجیک ریش گذاشته نمی توانند. دانشجویان تاجیک مجبور هستند که قریب همه روزه ریش خود را تراشند و در غیر این صورت از طرف دانشگاه مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می گیرند. در دانشگاه ها، مکتب ها و تمام مقامات دولتی دیگر معلمان و دانشجویان در هنگام فرارسیدن وقت نماز در جای کار و یا دانشگاهی که در آنجا تحصیل می کنند نمی توانند نماز خوانند و اگر به طور پنهانی نماز خوانند و ناخواست بازداشت کرده شوند، مشکلات زیاد بالایشان خواهد آمد و حتی بعضی وقتها از دانشگاه خارج کرده می شوند. تقریباً 1 سال قبل تمام کتاب‌های دینی که در دکان‌های کتاب فروشی فروخته می‌شد، فروش آنها از طرف حکومت منع گردید و امروزها اگر به دکان‌های کتاب فروشی نزد مدرسه اسلامی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روید و ناگفته نماند که این یگانه مدرسه دینی است که در تاجیکستان فعالیت می‌کند و اینجا هم تحت نظارت شدید حکومت قرار دارد. هنگامی که به دکان‌های کتاب فروشی نزدی همین مدرسه روید، در آن دکان‌ها فقط کتاب قرآن پیدا کرده می‌توانید و بعضی کتاب‌های شاعران نیاگان فارس و تاجیک را پیدا کرده می‌توانید و تمام. امروزها شما نمی‌توانید که در اینجا کتاب‌های تفسیر، کتاب‌های حدیث یا اینکه فقه یا اینکه سیرت یا اینکه دیگر علوم شرعی را دریافت کنید. دانشجویانی که برای فراگیری علوم دینی به کشورهای خارجه می روند از طرف مقامات بازداشت کرده می شوند و به طور مجبوری به تاجیکستان آورده می شوند. شخصانی که سن و سالشان از 40 سال پایان است نمی توانند که به حج فرضی روند و همچنین حکومت همیشه توسط رسانه‌های خبری به مردم پیشنهاد می کند که به جای رفتن به حج پول آن را به فقیران و نیازمندان دهند. این در حالی است که برای جشنواره‌ها و مراسم‌های ملی و حکومتی که سالانه از طرف آنها برگزار می‌گردد میلیون‌ها دلار خرج کرده می‌شود و هیچ وقت نمی‌گویند که در عوض این خراجات‌های بیهوده پولش را به فقیران دهیم، به نیازمندان دهیم. همه امام خطیبان در روز جمعه وظیفه دارند که از روی همان ورقه هایی که از طرف حکومت فرستاده شده است سخنرانی کنند و در اکثر حالتها از روی منبر به ثنا و ستایش پرزیدنت و حکومت تاجیکستان می پردازند و قریب هر هفته امام خطیبان مردم را از تماشای نوارها و ویدیوهای کسانی که در صحیفه‌های اینترنتی در برابر ظلم و اسلام ستیزی این حکومت ضدیت نشان می‌دهند برحذر می‌دارند و آنها را همیشه به شکرانه کردن به حالت فعلی تاجیکستان توصیه می‌کنند و به بهانه اینکه اگر با حکومت مخالفت کنند این باعث جنگ و خونریزی و ناامنی در تاجیکستان میشد، آنها را می‌ترسانند.
هر امام خطیبی که در برابر اسلام ستیزی های حکومتداران در برابر ظلم و استبداد آنها سخن میزند، به اتهام همکاری با حزب و حرکت های تروریستی و اکستریمیستی بازداشت می شود و سالها زندانی می گردد و در آنجا آنها را با سختترین و دردناکترین شکنجه ها عذاب می دهند. اینها فقط یک چند نمونه از ظلم و بیدادگری های حکومت امروزی تاجیکستان در برابر مسلمانان مظلوم تاجیک بود. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی بزودی فتح و پیروزی را نصیب مردم مسلمان تاجیکستان گرداند تا از زیر ظلم این ظالمان اسلام ستیز نجات بیابیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله دوستان عزیز، دیدید چقدر دردآوره. عرض کردم به خدمتتان، به تعبیر این دوست عزیز ما که صحبت میکنه، در کشوری که بیش از 90% مسلمان این حالت ادامه داره که زن مسلمان حجابش چی حال داره، جوان مسلمان چی حال داره که دینش را نفهمه، جاهل نگه داشته بشه نسبت به دینش، حتی با کانال ها و با شبکه های اسلامی مخالفت میکنن، اینها را اجازه نمیدن کسی بشنوه و صحبت های علما نباید در داخل موبایل هایشان باشه و الا ای که امنیت اونها را میکشه و بلا به سرشان میاره، همچنان که این برادر ما عرض کرد. دوستان عزیز، ببینید، من تعلیقی میخوام روی صحبت های این دوست عزیز داشته باشم. در طول تاریخ وقتی شما قرآن کریم را مطالعه میکنید میبینید که همانند فرعون آمدند و فرعون هایی در طول تاریخ بودند و این فرعون ها از عاداتشان شوراندن مردم بر علیه مصلحینه. از عاداتشان اینه که مصلحین را مفسد و مفسدین را مصلح به جامعه معرفی بکنن. عجیبه که هر کسی برای دفاع از اسلامش صدا بلند بکنه در نزد اینها خرابکاره، اما خودشان که در حال تبهکاری و خرابکاری هستند و بلکه رئیس خرابکار هاست، نه اصلا این که آدم خوبیه، فرشته نجاته. شما در قرآن عظیم الشان میبینید که فرعون چی میگه؟ و قال فرعون میگه که وقتی که شکست میخوره در برابر منطق، در برابر موسی علیه السلام، برای ملأ یا برای اون دوربری هایش میگه که ذرونی اقتل موسی، به من اجازه بدید که من موسی را بکشم، ولیدعو ربه، و او هم پروردگارش را بخوانه. انی اخاف، فرعون میگه من میترسم، من به این واسطه میخواهم موسی را بکشم که دلیل دارم. دلیلش چیست؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، من میترسم که دینتان را عوض بکنه، عقیده تان را خراب بکنه. این را فرعون برای کسایی که زیر دستش هستن میگه. بگذارید که من موسی را بکشم که موسی دینتان را خراب میکنه، باورتان را خراب میکنه، عقیده تان را خراب میکنه. او ان یظهر فی الارض الفساد، یا میخواه که در روی زمین فساد بپا بکنه. منظور از فساد یکتاپرستیه. فسادی که فرعون مراد داره این یکتاپرستی است و نجات مردم از زیر ستم و ظلم و جور فرعونه. این را فساد مینامه. تاپه میزنه برای موسی علیه السلام و موسی علیه السلام را متهم به فساد میکنه، در حالی که خودش بدترین ظلمها و جنایتها را انجام داده و انجام میده، در حال انجامه. در سوره مبارکه غافر آیه 26 و همچنین الله متعال در سوره مبارکه شعرا میگه آیه 34 و 35 قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، برای دوربری هایی که ما حولش هستند، اون ملأ برای اونها میگه که این موسی ساحر فهمیده است. یرید ان یخرجکم من ارضکم، این موسی میخواه شما را از سرزمینتان بکشه، یعنی میخواه که مردمان را جمع بکنه، بعد از آن باعث بشه که شما از سرزمینتان اخراج بشید.
یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون. شما چی نظر میدید؟ حالا اینجا مشورت میخواد که نظر بدید که من با موسی چی بکنم. اراده موسی اینه که شما را از سرزمینتان بکشه. دوستان عزیز، این سنت داره تکرار میشه در میان فرعون ها در طول تاریخ، در میان دیکتاتورها. همین که احساس بکنه که چوکیش میلرزه، خب چون ظلم کرده، جنایت کرده، میفهمه که این ملت مسلمان امروز نه فردا او را سرنگون میکنن، بعد شروع میکنه به تاپ زدن. این تروریسته، این فلانه، این فلانه، و بگیر بیانداز به زندان و آزار و اذیت بکن، حتی که نفر بیه از دینش دفاع بکنه. خلاص هیچ حرکت یا به اصطلاح هیچ فعالیت مسلحانه هم نداشته باشه، خلاص دیگه در ضمن لیست سیاه اینها قرار میگیره، چون فرعون صفتند و سنت فرعونی را دارند. تاپه میزنه و بعد تعاملش هم مشخصه، یا میکشه یا تبعید میکنه و امثالش، یعنی کارهایی که خودشان انجام میده. خطابم به حکومت ظالم و ستمگری است که امروز در رأس قدرت در تاجیکستان. از الله بترسید. اگر ذره ایمان در قلبتان هست، بدانید که این ظلمتان ادامه پیدا نمیکنه. یادتان باشه که چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبی سوزد، شب دیگر نمی سوزد. این ظلم منتهی میشه و مطمئن باشید که گرفت الله سخته. الله متعال سبحانه و تعالی میگه ان بطش ربک لشدید. گرفت پروردگار سخته. اگر الله گرفت بد جوری میگیره انسان و انسان ظالم را بد جوری الله متعال عذاب میکنه و مورد عقوبت قرار میگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری رحمه الله روایت میکنه، حدیث 4686، پیامبر میفرمایند که ان الله لا یملی للظالم. الله سبحانه و تعالی برای ظالم وقت میده که توبه بکنه. ای سران حکومت تاجیکستان، توبه بکنید از اسلام ستیزیتان، توبه بکنید از این که مردم را مظلوم گیر آوردید و مردم را اذیت میکنید، به خاطر ریش نفر، به خاطر حجاب نفر، به خاطر رفتن به نماز نفر، به خاطر دینداری و تدینش را اذیت میکنید. الله به شما وقت میده، دست بردارید، و الا اینکه سرنوشتشان و سرنوشت شما این خواهد بود که حتی اذا اخذه لم یفلته. وقتی که الله گرفت باز او را رها نمیکنه، رها کرده نمیشوید. مطمئن باشید. تاریخ را ببینید. فرعون با اون همه دبدبه چی شد؟ هتلری که در نزدیکی های ما بوده چی شد؟ استالین چی شد؟ لنین چی شد؟ تمام این ستمگران و دیکتاتورها و ظالمان کجا شدن؟ کجا هستن؟ زیر خاک رفتن و بعضی از اینها به بدترین وجه ناپدید شدن و کشته شدن. گرفت الله سخته. عبرت بگیرید، پند بگیرید از گرفت الله. شما دارید مردم را اذیت میکنید به خاطر دین مردم، به خاطر عقیده و باور مردم، به خاطر حجاب مردم، به خاطر ریش مردم تفتیش عقاید میکنید. در کشوری که 90% مسلمانه، بیش از 90% مسلمانه، فکر میکنید باقی میمانید؟ با این حالتتان توبه کنید. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری رحمه الله روایت میکنه، حدیث 2448، میفرمایند که اتق دعوت المظلوم. وقتی که پیامبر علیه السلام معاذ را به سوی یمن میفرستند، برایش توصیه میکنن ای معاذ اتق دعوت المظلوم، از دعای بد مظلوم بترس. فانها لیس بینها و بین الله حجاب، چرا که در بین او الله حجابی نیست، پرده نیست. پرده ها دریده میشه وقتی که مظلومی در پیشگاه الله دعا بکنه و بخواهه که یا الله این ظالم را سرنگون بکن. و ای ملت تاجیکستان، رجوع کنید به الله متعال، رجوع کنید به توحید رب العالمین، دست از خرافات و بدعات بردارید و این تنها راه نجاته.
تنها راه نجاته و اینه که چوکی های آنها را میلرزانه. موحد بودنتان و پای بند بودنتان به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و برای نجاتتان فکر اساسی بکنید. و خطابم به کسانی است که در امنیت ملی تاجیکستان کار میکنن. شما بعضن خود ظالمید و بعضن همکاران ظالم هستید. نگویید که ما مسئولیت نداریم در این راستا. از طرف حکومت برای ما دستور میایه که فلانی را بگیر، فلانی را اذیت بکن، فلانی را بکش، فلانی را ببند. شما خود ظالم هستید با این کارتان. و بلکه اگر خود ظالم نباشید، یک کسی باشید که یعنی به صورت مباشر و به صورت مستقیم دست نداشته باشید، کمک کننده ظالم هستید. و الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، تکیه نکنید به کسانی که ظلم میکنن، به کسانی که ظلم کردن، شرک ورزیدن یا هر ظلم دیگری انجام میدن. فتمسکم النار، آتش جهنم شما را فرا میگیره. شما در کنار ظالم میستید و برای مظلومیت مردم تلاش میکنید که مردم را مظلومتر بکنید، بیچاره‌تر بکنید، آنها را بترسانید، آنها را تهدید بکنید، به زندان بیاندازید، به ناحق به خاطر دین الله او را به زندان میاندازی، بعد نامت را میگذاری مسلمان. فکر بکن و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. شما دیگه ندارید نجات دهنده‌ای که شما را از عذاب الهی نجات بده، نصرت نمیشوید. پس فکری به حالتان کنید، دست بردارید از این که در کنار ظالم باشید. این آیه مبارکه سوره هود هست، آیه 113. و همچنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من اعان ظالما بباطل، کسی که ظالمی را به باطل و ناحق کمک میکنه و یاری میکنه، همکاری میکنه، لیدحض بباطله حقا، تا اینکه توسط این باطل خود حق را نابود بسازه، فقد برئ من ذمة الله و ذمة رسوله، این از ذمه الله و پیامبر دور رفته و ذمه الله و پیامبر از این بریست، بیزاره. لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی شمایی که در کنار ظالم قرار گرفتید یا خود ظالم هستید، دست بردارید. شما میبینید که امروز توسط باطل میخواه حق را خراب بسازه و شما در کنار اون ظالم ایستاد هستید، با او همکاری میکنید. بعد میگویید که ما مأموریم و معذوری که برادر مسلمانت را به خاطر ریشش، به خاطر موبایلش، خواهر مسلمانت را به خاطر حجابش و به خاطر عقیده و باورش او را اذیت میکنی، معذوری تو؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خطابم به دعوتگران و علمایی است که در داخل و در خارج از تاجیکستان هستند. ای دعوتگرانی که شما در خارج هستید، سکوت نکنید، صدای مظلومیت ملت تاجیکستان را بلند کنید. و چی بسا مواردی که شما بیشتر از من و امثال من میدانید، چون اهل اونجا هستید، خانواده ایتان در اونجا هستند، اقوامتان در اونجا هستند، دوستانتان در اونجا هستند، در اونجا سالها زندگی کردید، بر شما حق داره و باید صدای مظلومیت این ملت را بالا کنید. نگذارید که صداهایشان خفه بشه و در داخل زندانها خفه بشن و کشته بشن و نابود بشن به بهانه‌های مختلف. صدای مظلومیت این ملت مظلوم را به هر جا برسانید و بگویید که اینها مظلومند. برای برادران و خواهران و مسلمانتان اطلاع رسانی بکنید و از مظلومیت این ملت مظلوم بگویید. و شمایی که در داخلید، اگر از جانتان میترسید و هراس دارید، حداقل در کنار ظالم قرار نگیرید و یقین داشته باشید که اگر در کنار این فرائض قرار گرفتید و در کنار این ظالمان قرار گرفتید و اینها را نصیحت نکردید و دستشان را از ظلم کوتاه نکردید، بلعن با اورای بیش نیستید.
مانند بعضی از این بلعم باعورایی که در کنار این فرعون قرار میگیرن و هر مزخرفی که این آدم جاهل میگه تکرار میکنن. بله میگه شما راست میگید عالی جناب، هرچی شما بگید درسته. بابا جان خلاف آیه قرآن میگه، خلاف حدیث پیغمبر میگه، مهم نیست برایش. به خاطر 4 روپیه پول، به خاطر جایگاه، به خاطر چوکی، به خاطر مکنت، به خاطر مسند، از الله بترس. از الله بترس. روزی در پیشگاه الله حاضر میشی، یک قطره خون انسان بیگناه بریزه، در روز قیامت از اون ظالم اصلی هم پرسیده میشه و از تویی که در کنار ظالم نشسته استی و کارهایش رو تایید میکنی سوال میشه. مطمئن باش که الله متعال خون هیچ بیگناهی را هدر نمیده و خون هیچ بیگناهی همینطور رها نمیشه و الله متعال از شما انتقام خواهد گرفت در همین دنیا قبل از آخرت. و اگر در رفتید در این دنیا، در آخرت نمیتونید از محکمه عدل الهی در برید. ای ملت تاجیکستان، به الله رجوع کنید، در میانتان توحید را منتشر کنید، از بدعات بپرهیزید و دین الله را بفهمید و مظلومیت را تا حد توانتان از خود دفع کنید. همچنان که الله متعال ظالم را دوست نداره، مظلومی که توان دفع ظلم را داره و این دفعش مشروست و آن را دفع نمی کنه، الله متعال چنین بنده ای را هم نمی خواهه. پس بنابراین توجه داشته باشید و وظیفه همه مسلمانان دنیاست که حداقل شی صدای مظلومیت برادران و خواهران مسلمان ما و دعوتگران ربانی و علمای ربانی که در تاجیکستان هستند، صدای مظلومیت اینها را به گوش تمام عالم و به گوش همه مسلمان ها برسانید. اگر این اتفاق در یک جای می افتاد که مثلا یک چند تا غیر مسلمان زندگی می کردن و یک کشوری به نام مسلمان بر اونها فشار می آورد، تمام دنیا بر علیشان بود. اما چون اینجا مظلوم ملت تاجیکستانه و اون هم ملت مسلمانه و اون هم دعوتگران هستن، علما هستن، افراد متدینن، هیچ کس صدا بلند نمی کنه و این هم دوگانگی غرب را نشان میده، این هم نفاق غرب را نشان میده، نفاق سازمان ملل را نشان میده. من از این قضایا اطلاع دارم، اینها اطلاع ندارن، به خوبی اطلاع دارن و خیلی هم میدانن و دقیقاً حکومت فرعون صفت را تمویل میکنن، کمکش میکنن، تشویقش میکنن در این کار. والله متعال سبحانه و تعالی رحم بکنه. همه ما مسئول هستیم که از مظلومیت برادران و خواهران و مسلمان خود هر کس به اندازه توانش دفاع بکنه و هر کس به اندازه توانش این ظلم را از برادران و خواهران و مسلمانش دفع بکنه. و من خواهش میکنم از برادران و خواهران بزرگوارم، خواهران برادران بزرگوارم در تاجیکستان و خارج از تاجیکستان که این صدا را به گوش همه برسانید و امید که بیداری به وجود بیایه و امید که حتی همین ظالمین دست از ظلمشان بردارن. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.